سلام، شب بخیر. خوش اومدید به باشگاه فیلمخوری. امشب یه جلسه دیگه خواهیم داشت در کنار هم دیگه. سلام میکنم به خانم محبوبه، خوش اومدید به باشگاه فیلمخوری. جلسه گپ و گفته آخرین فیلم یکی از میشه گفت کارگردان‌های خوب که البته خب دیگه الان خیلی کم کار شده. البته کلا گزیده کار همیشه بوده کاترین بیگلو، ولی خب فیلم های مهمی توی کارنامهش داره و بعد از مدت ها دوباره برگشته و به نظر من یه فیلم خیلی خوب رو دوباره ساخته و میخوایم امشب دربارش صحبت بکنیم. سلام میکنم به امیر عزیز. امیر جان خوش اومدی به باشگاه فیلمخوری. فکر میکنم این اولین جلسه است که به باشگاه میای و امیدوارم که در موقعیتی باشی که بتونی صحبت بکنی. امشب میخوایم درباره آخرین فیلم کاترین بیگلو صحبت بکنیم. باشگاه فیلمخوری هم اینجوریه که هر حالت متکلم وحده نداره و همه میکروفونا باز و میتونیم کاملا حالت یک دوره همی سینمایی هستش و میخوایم با هم دیگه کلا گپ بزنیم، میتونیم وسط حرفای هم دیگه بیایم و با هم دیگه صحبت بکنیم. نمیدونم امیر جان در مورد صحبت هستی که خوشحال میشم صداتو بشنوم. بله سلام، وقت بخیر. فعلا امکانش رو دارم. کاترین بیگلو هم که کارگردان مورد علاقه منه، از زمان هرتلاکر کاراش رو دنبال میکنم. حالا ببینیم که امشب چی پیش میاد. مرسی. آره بیگلو الان واقعا شاید کسی باورش نشه ولی با 73 سال سن این فیلم رو ساخته و بعد از چند سال کار نکردن. آره دیگه، از 2017 و اون فیلم دیترویتی که ساخت 8 ساله که فیلم نساخته کاترین بیگلو. البته کلا همیشه کم کاره، یعنی قبلش باز اون فیلم که من خودم ازش خیلی فیلمی که دوستش دارم، زیرو دارک سرتی که درباره شکار اسامه بن لادنه، توی سال 2012 ساخت، یعنی 5 سال فاصله باز با دیترویت. و هرت بلاکر که برمیگرده به سال 2008. امیر خیلی سال گذشته، واقعا خیلی سال گذشته و همینجوری کم کاره واقعا همیشه، ولی بسیار به نظرم کارگردان موفقیه و نشون داده که خیلی هم خوب بلده این مدل استایل فیلم های میشه گفت حالا بگیم ارتش و نظامی رو بسازه و این برای من خیلی جذابه که یک کارگردان زن اینقدر اولا به این حوزه علاقه داره که با این علاقه میاد و کار میکنه و دوم اینکه چقدر خوب میتونه این به قول معروف این فیلم ها رو بسازه. البته یه بحثی هستش، شاید یه مقدار دچار اشتباه بشیم، فیلمهاش حالت اون فیلم ارتش جنگی اکشن نیست، بیشتر تریلر سازه و اینه که مخصوصا یادت بیاد توی هرت لاکر اون سکانس هایی که دلهوره است، واقعا یه جورایی میشه گفت بسیار عالی کار میکنه و فکر میکنم برای اون فیلم اسکار گرفته. درسته همین؟ بله اسکار گرفت و اولین کارگردان زنی بود که موفق شد این کارو بکنه. فکر میکنم دومین نفرم جین کمپیون بود. این سن که اشاره کردی خیلی جالب بود، من بهش فکر نکرده بودم. با اون ماجرای تریلر کاملا موافقم. یعنی من تو وهله اول یه تریلر ساز میاد تو ذهنم و ضمناً خیلی هم دوست داره شوک بکنه و رو دست بزنه. تو همه فیلماش این ماجرا یه جوری به چشم میاد. توی اون هرت لاکر یه شخصیت کلیدی که بازیگر معروفی هم بود، همون اوایل توی انفجار کشته شد و تو این فیلمه، حالا این که هنوز وارد بحثش نشدیم، باز دوباره تو این اتفاق افتاد. چند بار به بیننده رو دست زد و این که میگه علاقش از کجا میاد، ببین یه نکته جالبی در موردش وجود داره، اینه که خودش فیلمنامه نویس نیست. تا اونجا که من یادم میاد کارهای قبلیش با مارک بوال بود، این یکی هم یه فیلمنامه نویسی جدیدی براش نوشته بود و از این لحاظم قابل توجهه، یعنی بیشتر تمرکزش رو میذاره رو کارگردانی. بخوایم کاراشو دسته‌بندی کنیم میتونیم بگیم یه تریلر سازی که مسائل جانبی جنگ علاقه داره. شاید این توصیف دقیق تری باشه.
مرسی. آره اون انتونی مکی بود فکر میکنم توی هرت لاکر که همون ابتدای فیلم کشته میشد فکر میکنم. خیلی وقت پیش من فیلم رو دیدم و اون سال خیلی سال جذابی هم بود. با فیلم آواتار جیمز کامرون اون سال رقابت شدیدی داشت هرت لاکر و 6 تا اسکار گرفت که کامرون رو هم از رقابت خارج کرد توی بخش کارگردانی ویدیو. حالا فکر میکنم دیگه بریم سراغ خود همین فیلم هاوس آف داینامایت که اسم خیلی جالبی داره. من معنی اسم رو نمیدونستم تا اینکه خب یکی از کاراکترهای فیلم خودش اسم رو یه جورایی انگار دیگه از زبان نویسنده توضیح میده. من یه بحثی هم بگم که من به همه دوستایی که هستن سلام میکنم و خوش اومدید و اینکه همه میکروفونا باز هستش و هر وقت که میخواهید میتونید وارد بحث بشید و حالت متکلم وحده نداریم توی باشگاه فیلم خوری. خوش اومدید. اسم فیلم خیلی جالبه، هاوس آف داینامایت. یعنی اصطلاحی که به کار میبره اون کاراکتر اینه که ما یک خانه ای، کل کره زمین رو میگه، همه این دولت ها و استیت هایی که هستند درباره بحث بمب اتم، میگه ما یک خونه ای ساختیم از جنس دینامیت و میگیم که این برای حفاظت کردن از خودمونه و این خیلی اصطلاح جذابیه که نشون میده که چقدر این بحث بمب اتم که اتفاقا این روزا خیلی دوباره مثل این که در حال یه جورایی میشه گفت اوج گرفتن همین جان. حالا نمیدونم چقدر اخبار رو و بقیه دوستان چقدر اخبار رو پیگیری میکنید. این روزها دوباره بحث افزایش تسلیحات هسته‌ای داره، گسترش تسلیحات هسته‌ای داره دوباره شکل میگیره و نه منم شنیدم ترامپ به وزیر جنگ دستور داده که استفاده از سلاح‌های هسته‌ای رو تو دستور کار قرار بدن. در مورد اسمش ببین هنوز من ندیدم که منتقدای یا مترجمای مطرح‌تر برن سراغ این فیلم و در موردش چیزی بنویسن. حالا ترجمه تحت لفظیش که مشخصه، ولی من اگر بودم با توجه به مضمون و اون دیالوگی که رئیس جمهور تو هواپیما میگه انبار باروت رو براش انتخاب میکردم. اینم شاید ترجمه بدی نباشه. خیلی اسم جذابی بود، انبار باروت. آره اتفاقا یه اصطلاح میشه گفت خودمون هم هستش، انبار با این که و واقعا هم توصیف میکنه همین وضعیتی که یعنی علاوه بر ترامپ که گفتی آمریکا که داره تست میکنه دوباره تست سلاح هسته‌ای رو. همین چند روز پیش موشک‌های روسیه دوباره تست هسته‌ایشو انجام دادن. یعنی مثل اینکه بیگلو خیلی دور نبود این فیلمی که ساخته از واقعیت فعلی دنیا و این خیلی جذاب میکنه. من وقتی که داشتم فیلم رو نگاه میکردم و اتفاقا همون روزی بود که این اخبارها منتشر شده بود، همین من فکر میکنم چند روز 2 روز پیش دیدم فیلم رو. خیلی برام در مورد شخص خودش، حالا اینکه پیگیر اخبار هست و به ماجراهای واقعی علاقه داره که در این شکی نیست، چون این سه تا فیلمی که شما نام بردی همه اینا ریشه در واقعیت داشتن دیگه. اون ماجرای دیترویت، زیرو دارک ترتی و هرت لاکر هم که مبتنی بر داستان واقعی بود. یه نکته جالبتر که میخواستم بگم گرایش سیاسیشه. من واقعا نمیدونم این دموکرات یا جمهوری خواه، ولی حس میکنم این فیلم یه جور بیانیه علیه ترامپ و سیاه پوست بودن رئیس جمهورم شاید به خاطر اوباما باشه. من این استنباطو کردم که کاملا شخصیه، خیلی توضیحش نمیتونم بدم، ولی این به نظر من اومد. یعنی اگر یه رئیس جمهور سفید پوست با شمال ترامپ ما اگر داشتیم شاید یه تصمیم دیگه ای میگرفت و فیلم جور دیگه ای پیش میرفت. البته حالا صرفا حدس میزنم. درباره این انتخاب کاراکتر ادریس آلبا که یک رئیس جمهور سیاه‌پوست رو نشون میده که خب البته این چیز خیلی عجیبی نیستش. در سالهای اخیر هالیوود اکثر فیلم ها رئیس جمهورهای آمریکا
یک فرد سیاه‌پوست هستش یا زن هستش. این چیز خیلی عجیبی نیستش، حتما اشاره به اوباما نیستش، ولی خب این مسئله هستش. و من درباره بیگل راستش خب منم نمیدونم جبهه سیاسیش چیه، اما خب اکثر هالیوودی ها اکثرا چپن، اکثرا دموکراتن. ولی من واقعا فکر میکنم من یه مقدار شاید متفاوت متوجه شدم، به خاطر اینکه فکر میکنم چون وضعیتی که از وضعیت آمادگی و از وضعیتی که اینها برخورد میکنن با این خطری که داره برای آمریکا داره به وجود میاد، برای کشورشون داره به وجود میاد، خیلی به هم ریخته و خیلی بدون هیچ گونه برنامه‌ریزیه و رئیس جمهوری رو به نمایش میگذاره که قادر به تصمیم گیری نیستش و نشون میده که اوضاع و کنترل داره از دستش خارج میشه. و من واقعا در طول فیلم اینجوری بودم که واقعا آیا اینجوریه؟ واقعا این سطح میشه گفت قدرتمندترین کشور دنیا در برابر اینکه میخواد بهش یک حمله نظامی هسته‌ای بشه؟ و واقعا این تعجب آور بود امیر. یعنی نشون به نظرم یه مقدار عمد تویش وجود داشت که انگار به نظرم بیگلو اتفاقا میخواست بگه که اتفاقا ما هیچ آمادگی شاید برای این خطرها نداریم. شاید نمیدونم آیا من دارم متفاوت برداشت کردم ازش. نه، این آشفتگی رو که کاملا درست داری میگی، منتها یه نکته رو باید در نظر داشته باشیم که این یه جنگ نظم نبود دیگه. اینا که بخوام مثلا ارتش رو بفرستن به یه جایی، نه، یک تهدیدی اتفاق افتاد و تو زمان خیلی کمی که فکر میکنم 18 دقیقه بود، اینا باید واکنش نشون میدادن. شاید اون یک مقداری از این عجله ناشی بشه. مضافاً اینکه ریتم فیلمم خب خیلی بالا بود. حالا دوست دارم خودت در مورد تدوین فیلم صحبت بکنی، چون میدونم با این کار آشنایی خیلی خوبی داری. من واقعا ریتم فیلم رو دوست دارم. یه جمله‌ای هم قبلا گفتم که حالا شاید برای شما تکراری باشه. فیلمی رو من الان میگم فیلم خوبیه که تماشاچی از سرش پا نشه بره سر کار دیگه ای، سراغ موبایلش نره و تمام حواسش رو بده به فیلم، مخصوصا ما که توی خونه فیلم رو تماشا میکنیم نه تو سینما. یعنی عوامل پرت کننده حواسمون زیاده. از این لحاظ واقعا این اتفاق در مورد من افتاد. بعد از اون مواجهه اول دوست دارم یه کمی زمان بگذره و دوباره فیلم رو ببینم. اون پایان بازیش هم که حالا جای صحبت داره. و سینمای من اینه دیگه، نه فیلم های خیلی آرومی مثل چه میدونم شانتال اکرمن و ویراستاکول و اینجور اسامی رو من اصلا نمیپسندم. هر کسی یک سلیقه‌ای داره و این واقعا فیلم مورد علاقه من تو امسال تا حالا بوده. به نظر منم یکی از فیلم‌های خوب ساله. من حالا باید یه بار دیگه لیست امسالم رو نگاه کنم ببینم فیلم دیگه‌ای هم به این اندازه برای من جذاب بود یا نه. خیلی فرم جذابی داره، هم میشه گفت فیلم نامش دیگه، کل فیلم پترن خیلی جذابی داره. درست گفتی، تقریبا 18 دقیقه است بین اون کشف موشک تا رسیدن، حالا میگیم دیگه رسیدنش و برخوردش به، حالا توی فیلم مشخص میشه که به شیکاگو برخورد میکنه. تقریبا 18 دقیقه است و به شکل خیلی جالبی بیگلو تصمیم گرفته که این 18 دقیقه رو 3 بار تکرار بکنه از 3 دید و 3 موقعیت مختلف. اون دید اول اون قسمت سیچویشن روم یا اون اتاق وضعیت داخل خود واشنگتن کاخ سفید و محلیه که قرار اون موشک پدافندها و موشک‌های ضد موشک امریکا شلیک بشه. یک از اونجا فیلم شروع میشه و دوباره این 18 دقیقه یک بار دیگه از اتاق کنترل عملیات و پنتاگون اونجا دوباره دیده میشه و اون آشفتگی در اونجا دوباره نمایش داده میشه که امیر واقعا این آشفتگی یک چیز به نظر من فرای اون بحث کوتاه بودن زمانه. به نظرم یه مقدار داره به عمد آشفتگی و بی برنامگی رو به نظر من نشون. من اینو حس کردم، واقعا من اینو واقعا حسش کردم و برام یه مقدار عجیب بود که همچین سطح بی برنامه اون فردی که داره توی خیابون میدوه، خب این واقعا داره کاملا مشخصا داره نشون میده که اینا هیچ آمادگی ندارن برای این قضیه، چون این قضیه دقیقا همینه.
وقتی موشکی با این موشک‌های فعلی بالستیکی که الان هستش، فرصتی که داری برای عملیات انجام دادن و ریاکشن نشون دادن همین بحثه. و اینکه اینا نمیتونن این کار رو بکنن واقعا عجیبه. و دوباره این 18 دقیقه یک بار دیگه، بار سوم، از دید رئیس جمهور تکرار میشه و اون فردی که همراهشه و اون کیف به قول معروف کدهای تسلیحات هسته‌ای آمریکا رو داره که باید تصمیم بگیره که چه ریاکشنی نشون بده وقتی که میخواد این برخورد انجام بشه، که یک وضعیت اخلاقی جذابی رو به وجود میاره. واقعا تو اون چپتر نهایی واقعا چپتر جذابیه که یک فرد باید این تصمیم رو بگیره که چه ریاکشنی نشون بده. ولی نوع تصمیم گیریشه که بازم امیر منو به این فکر میندازه که انگار داره انتقاد میکنه، انگار داره از تصمیم گیران داره انتقاد میکنه که نمیتونن، یا شاید هم داره از این وضعیتی که وجود داره انتقاد میکنه که میگه که یک فرد چطوری باید این کار رو انجام بده و نشون میده که چقدر این تصمیم ببین موافقم باهات. این 3 زاویه که گفتی یا 3 پرده که خب بله دیگه نقطه جذاب فیلمنامه نویسیش اینه. موقعی که پرده اول تموم میشه من فکر میکردم که ما احتمالاً بریم به شیکاگو و ببینیم بمب خورده یا نه، و اگر بمب خورده وقایع بعد از اون رو ببینیم، یعنی اون صفحه‌ای که موقعی که فید تو بلک میشه اصطلاحاً، یعنی صفحه سیاه میشه، من منتظر بودم بعدش خرابه و ویرانی ببینم. یه رو دست من اینجا خوردم. بعد که اتاق وضعیت رو ما میبینیم، ضمناً که از دلایل دیگه‌ای که گفتم چرا منو یاد اوباما میندازه اینه، عکس سیچویشن روم زمان کشتن اسامه بن لادن توی اتاق وضعیت نصب شده. اگر یه بار دیگه با دقت نگاه کنی اون عکس رو میبینی که پت سوزا عکاس کاخ سفید گرفته. در مورد آقایی که میدوه، نمیدونم من درست متوجه شدم یا نه، یه مشاور امنیت ملی یا NSA ظاهرا یه جراحی داشته و بیهوشش کردن یا یه کولونوسکوپی داشته و این معاون اون بوده، به خاطر مسائل قانونی عملا تصمیم گیرنده اون میشه و برمیخوره به ترافیک و به همین خاطر دیر سر کارش حاضر میشه. که این توجیه ها رو من میذارم کنار هم، به نظرم واقعی میاد دیگه، یعنی دلیل این تأخیر و عجله کاملا مشخص میشه. بفهمید. مرسی. به نظر من، حالا من این حس رو حداقل ازش گرفتم که به نظرم انگار داره به عمد این آشفتگی رو نشون میده، نه اینکه بخواد بگه که یک وضعیت رئالیستی رو بخواد به وجود بیاره. یه مقدار برای من این حالت نقد داشت، این حالتی که انگار داره انتقاد میکنه، انگار داره وضعیت رو، یه حالت فارسی داشت نشونش میداد یه مقدار، به نظر من حداقل. داشتم اینو میگفتم که اون چپتر نهایی و اون تصمیم گیری که ادریس آلبا شخصیت رئیس جمهور داره، واقعا خیلی جالبه که یک فرد میاد و با خودش باید این تصمیم رو بگیره که من الان باید کلی از انسانها رو از بین ببرم. اینش خیلی جالب بود. ولی اون نوع تصمیم گیریش حالا باز یه مقدار، حالا میشه گفت چیز عجیبی نیست. زنگ با همسرش تماس میگرفت و میخواست انگار خودش رو یک جوری قانع بکنه که این کار رو انجام بده یا نده. اینش جالب بود، ولی خب بازم به نظرم داره خود کلیت این سیستم رو به نظرم باز داره نقد میکنه که چرا اصلا باید به همچین وضعیتی برسه. آره دیگه، چرا کار دنیا به اینجا کشیده که باید همچین تصمیمی گرفته میشه. یه بار من گفتم که رو دست خوردم، یه رو دست دیگه هم که من خوردم سر رئیس جمهور بود. یعنی من اول فکر کردم که بعد از اینکه شیکاگو رو ما نمیبینیم، گفتم شاید مکافین فیلم که همه دوست دارن ببینن ولی خبری ازش نیست شیکاگوه. بعد که دیدم اینطور نیست، گفتم احتمالاً رئیس جمهوره، چون که توی تماسای تصویری هم ما چهره رو نمیبینیم. و بعد که رئیس جمهور رو نشون داد، یه رو دستم من اونجا خوردم و نهایتا میشه تصمیم گرفت، نتیجه گرفت که مکافین فیلم عملا شیکاگوه دیگه. عاقبت، حالا علاوه بر این 3 چپتری که فیلم داره، من اولا
از خانم محبوبه، خانم نازی، اگر در وضعیت و موقعیت صحبت هستین حتما خوشحال میشم که صداتون رو بشنویم. میکروفوناتون هم باز هستش، هر وقت دوست داشتین میتونین وارد بحث بشین و نظرتون رو درباره فیلم هاوس آف داینامایت بگین. علاوه بر اون 3 چپتری که فیلم داره، یه چپتر نهایی هم داره و اونم میشه گفت اون قسمتیه که همه در حال فرار کردن به سمت اون پناهگاه هسته‌ای هستن و به نظرم دیگه بعضیا میگن پایان باز داره. البته پایان باز از این جهته که ما تصمیم رئیس جمهور رو نمیدونیم، ولی از این جهت که برخورد قرار صورت بگیره، خب این که قطعیه. و با توجه به نظرم با دیالوگ هایی که داشت میگفت که خب مردم آمریکا اینو نمیپذیرن از من که من هیچ کاری نکنم دربارش، به نظرم اونم میشه گفت که در حقیقت فیلم داره حرفش رو میزنه و اون اتفاق و اون جواب دادن ارتش امریکا از جواب هسته، چون همونطور که توی فیلم هم نشون داده میشه اون بیدوها پرواز کردن و به سمت اهدافشون اتفاقا رفتن و فقط منتظر اینن که اون تصمیم نهایی گرفته بشه که اونم به نظر میاد که به نظرم مشخصه که گرفته خواهد شد با توجه به دیالوگایی که گفته میشه. به نظرم خیلی پایان بازی نداره و اصابت که قطعا صورت میگیره و اون جواب هم قطعا داده خواهد شد. ولی به نظرم کلیت اون حرفی که خودت زدی امیر، این کلیت سیستم رو داره به نقد میکنه، ولی به نظرم یه بخشیش هم اینه که هر لحظه امکان داره این خطر برای امریکا صورت بگیره. یعنی بیگلو ما فیلم‌هاش رو خب توی مثلا هرت لاکر یا توی زیرو دارک سیتی دیدیم، یک فرد میهم پرسته بیگلو، اون چیز نیستش، اون حالت منتقد هالیوود که خیلی براشون شاید خود بحث وطن و آمریکا مهم نباشه، واقعا نیستش، براش اهمیت داره امریکا و امنیت امریکا. و به نظرم این فیلم یه مقدار اون حالت فاز اینکه شاید در خطر هسته‌ای باشیم و امکان داره کلی چون یه نکته‌ای که هستش اینه که یک بخش خیلی جالبی که شاید اصلا انتظارش رو نداشته باشیم توی فیلم وجود داره و اون بخش میشه گفت بحران، میشه گفت جایی هستش فکر می‌کنم همین بحران بود، یک سازمان بحران آمریکا بود که داشت درباره این صحبت می‌کردن که چه تعداد از جان انسان‌ها قراره از دست بره در یک حمله هسته‌ای و اینش خیلی جالب بود. یعنی داشت میگفتش که هر لحظه امکان این خطر وجود داره و هر لحظه امکان داره که این تعداد میلیون آدم از بین برن. به نظرم این یه بخشیش هم بود. بله اینکه گفتی فیما دیگه به جورای همون بحران رو پیش بینی میکرد، به عدد 10 میلیون هم رسید. در مورد این پیش بینی آینده، ببین هنرمند روشنفکر عملا همینه دیگه، با توجه به حقایق موجود بتونه آینده رو پیش بینی بکنه و این هم شاید بشه گفت یه جور فیلم آینده نگر از بیگلو باشه که اگه در روی همین پاشنه به چرخ احتمالاً این اتفاق دیر یا زود میفته. ما تو سینمای ایران هم از این تیپ فیلمسازای روشنفکر داریم. حالا میدونم موضوع بحث شما نیست، ولی وقتی بیضایی وقتی همه خوابیم رو میسازه که سینمای کمدی داره اینجوری کل جریان رو به ابتذال میکشه، شاید کسی باور نمیکرد از جمله خود من. چند یا سال پیش فرهاد اون فیلم ساخته شده امیر، خیلی سال گذشته واقعا. مال و اواخر دهه 80 دیگه. از اون موقع پیش بینی این وضعیت فعلی ما رو کرده واقعا. یا مثلا فرهادی وقتی داره درباره الی رو میسازه، ببینید چند بار داره توی فیلم رأی گیری میکنن بچه‌ها دیگه، اینکه چیکار کنن، امشب بمونن یا وقتی نامزدش اومد بهش چی بگن. و این چه سالی داره ساخته میشه؟ داره توی بهار 88 فیلم به نمایش در میاد. حالا خلاصه حرفم چیه بخوام جمع بندی کنم، این که میتونم من بیگلورم واقعا یه فیلمساز روشنفکر بدونم. مرسی، ممنونم. سلام. سلام، شب بخیر. شبتون بخیر. سلامت باشین. خوش اگه اجازه اومدین. بدین، مرسی، سلامت باشین. تا از این بحث این اولیه راجع به این آشفتگی فیلم و نظر شما خیلی رد نشدیم، اگه اجازه بدین منم یه نظرمو بگم.
خواهش میکنم، خوشحال میشیم، بفرمایید. راجع به این که نظر شما این بود که انگار که از قصد داره این آشفتگی رو نشون میده. من واقعا موافقم با این. میدونین انگار که تا حالا فیلمایی که راجع به آمریکا ساخته میشد یه جور بود که مثلا انگار اینا ابرقدرتن، تو همه چی بهترینن، بهترین ابزار رو دارن، شک ندارن، خیلی مطمئنن راجع به همه چی. ولی الان به طرز عجیبی همه چی سر جاش نیست. میدونی این خیلی عجیبه. مثلا دقیقا یه زمانی که اون معاونه توی اتاق جراحی، این کسی که باید بیاد توی ترافیک گیر میکنه، نمیدونم اون افسره که باید اون موشک رو شلیک کنه با زنش دعواش میشه. میدونین همه اتفاقای مثلا ناجور دقیقا توی همین 18 دقیقه میفته و انقدر همه چی به هم ریخته میشه. این خیلی عجیبه. میدونی انگار که دیگه این از این وره بوم افتادن، انگار که این داره یه هشدار میده که حواستون باشه. الان زمانی که مثلا کره شمالی میتونه یه جوری موشک بزنه که اصلا ما متوجه نشیم که از کجا. این خیلی عجیبه دیگه، اصلا ما نمیدونیم اون موشک رو کی شلیک کرد، از کجا شلیک کردن، این کارو کردن و ما نمیتونیم اینو کنترل کنیم. ببینید ما چقدر عقب افتادیم. من فکر میکنم که این یه جوری هشدار دادنه واقعا. مرسی. مرسی از شما. اتفاقا مرسی، ممنونم. یه نکته خیلی خوبی که من فراموش کرده بودم، دقیقا همون بحث دیتکت یا شناسایی موشکه است. یعنی خود اتفاقا همون افرادم دارن میگن که تعجب میکنن از اینکه اون وسایل راداریشون نتونسته محل پرتاب موشک رو شناسایی بکنه و از همون اول خطر رو اعلام بکنه. اینم خیلی نکته جالبیه و به نظرم اتفاقا همین نکته هستش که داره هشدار میده که در خطر هستش. و این آشفتگیه به نظرم حالا که همه اینها لیست شد و پشت سر هم اومد، به نظرم همین یه مقدار از اون بحث رئالیستی در آوردن وضعیت یه مقدار خارج میشه و بیشتر همون آشفتگی و به هم ریختگیه و اینکه هیچ چیز سر جای خودش نیست. و حالا اینکه میاد و در حالا بهشون خودشون میگن ادمنستریشن دیگه، یعنی اون میشه گفت سیستم دولت فعلی که داره این اتفاقات درش میفته، رئیس جمهورش یک فرد سیاه‌پوست هستش که خیلی با مردم خوبه، میره بسکتبال بازی میکنه که اتفاقا یادآور اوباماست. یعنی این بحث بسکتبال بازی کردن در یک دانشگاه یک چیز خبری خیلی معروف خود اوباما بودش. منم دقیقا فیلمش رو یادمه که میرفت و بسکتبال بازی میکرد و پنالتی میزد. به نظرم این خیلی شاید میشه گفت نشون میده که بیگلو شاید یه مقدار، حالا نمیتونیم حتما بگیم، ولی شاید یک مقداری میتونه راستگرا باشه. حالا اتفاقا دوستمون آربی به جمعمون اضافه شد. سلام آربی جان، خوش اومدی. بیشتر میتونه برامون توضیح بده. دوستان سلام، حال شما چطور؟ امیدوارم خوب باشین. والا من همین الان اومدم تو، متوجه نشدم چی رو باید توضیح بدم. یه بار اگه میشه سوال بپرس. خیلی 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 خوش اومدیم. ما داشتیم درباره فیلم صحبت میکردیم و فیلم نمیدونم حالا دیدی یا ندیدی، درباره حمله موشک هسته‌ای یک کشور دیگه به آمریکاست و داشتیم درباره این صحبت میکردیم که این ادمنستریشنی که داره بهش این حمله صورت میگیره و اینقدر آشفتگی و اینکه هیچ چیز سر جای خودش نیست در این دولت که منجر میشه به اینکه موشک هسته‌ای به شیکاگو اصابت میکنه و کلی انسان‌ها از بین میرن. رئیس جمهورش یک رئیس جمهور سیاه‌پوست هستش و احتمالاً دموکرات. و داشتیم درباره این صحبت می‌کردیم که اتفاقا خیلی جالبه که بیگلویی که خب حالا میشه گفت یکی از هالیوودی‌ها هستش اومده یه همچین فیلمی رو ساخته، اونم در نتفلیکس. اینم خیلی جالبه. خب من فیلم رو ندیدم و احتمال نخواهم دید، به خاطر اینکه مشکلی که من دارم این که یه موشن سیکنسی دارم. موشن سیکنس هم متاسفانه وقتی یه فیلمی یا یه سریالی خیلی توش دوربین زومین زوم اوت میشه، من سردرد میگیرم و همین باعث شده که آثار فاخری رو نتونم ببینم. حالا اینجا هم اتفاقا من اومدم اینجا که بازخورد شما عزیزان رو بشنوم در مورد این فیلم، چون
میخواستم واقعا بفهمم که چی شد این فیلم، ولی اینجوری که شما میگی یه چیزی من یادم اومد. اول اینکه در باره رئیس جمهور سیاه‌پوست که گفتی، خیلی برام جالبه که حالا تو خیلی از فیلم‌ها و سریال‌ها ما دیدیم که رئیس جمهور آمریکا هیچ موقع، یعنی همیشه زن هست خیلی وقتا که در مواقع عادی نیست و همیشه هم یه زن سیاه‌پوسته خیلی وقتا. یعنی زنان همیشه در آمریکا نمیتونن رئیس جمهور بشن، فقط توی فیلم‌ها و سریال‌ها میتونن بشن. این یه نکته خیلی جالبه برام، خنده‌دارم هست بعضی وقتا. و دوم این آشفتگی که میگی، ببین خیلی وقتا دوستان باید این توجه رو داشته باشیم که آمریکا همیشه دوست داره که خب اون برتری خودش رو در فیلم ها مخصوصا هالیوود اینا نشون بده. حالا شما میگین که این عجیبه که اینجا آشفته شده. خب این حالا نمیدونم چه سیاستی بوده در انتهای در داخل این فیلم که اینو میخواستن مطرح کنم، ولی آنچه که من دارم میبینم واقعا دوستان خیلی وقتها چیزهایی که مربوط به دولت هست واقعا آشفته هستش، در کنار اینکه خیلی دقیق کار میکنه ولی خیلی وقتا واقعا خیلی چیزها آشفته است. و اینکه مثال جالبی هم برای شما بزنم که زیادم وقتتون رو نگیرم، اینه که در اینجا مثلا در این لس آنجلس که من زندگی میکنم خیلی وقتا همه چیز هالیوودیه. یعنی اگر که یک اتفاقی بیفته سری 4 تا هلیکوپتر میاد، 50 تا پلیس میاد، 2 تا موتور میاد فلان، خیلی حالت جو داره. در صورتی که من همیشه فکر میکنم که آقا مثلا جایی که دیگه هلیکوپتر نیست مثلا دزد مگه نمیگیرن؟ میدونی مثلا حتما باید از تلویزیون پخش بشه. در مورد این قضیه که مثلا یک کشوری میخواد به آمریکا حمله کنه، اینم بگم که در اکثر فیلم ها و سریال ها شما این قضیه این که روسیه میخواد به مثلا آمریکا حمله کنه که همیشه هست دیگه و همیشه هم اونا بازندن و آمریکا همیشه پیروزه. اینم قضیه رو خیلی عجیب میکنه. حالا بریم در داخل این فیلم ببینیم چی میشه دیگه. ببخشید من زیاد حرف زدم. نه خواهش میکنم، مرسی. حالا میگم با توجه به اینکه هستی شاید قطعا میتونی بیشتر اون بحث درونیه، چون فیلم به هر حال با اینکه یک حالت جهان شمولی داره، موضوعی که داره بحث تسلیحات هسته‌ای، اما خب به هر حال نهایتاً درباره میشه گفت امنیت خود ایالات متحده هستش و آمریکا هستش. و میگم من این حس رو واقعا ازش گرفتم که داره یک حالت هشداری رو میده، یک هشداری رو داره میده که اولا به همین سرعت، یعنی فیلم 18 دقیقه است، تقریبا 18 دقیقه است، ولی در 3 بخش 3 چپتر داره تکرار میشه و به نظرم اتفاقا اینم یک دلیل دیگه ایه که داره از هر موقعیتی که ممکن بوده این بحث آشفتگی رو داره دوباره و دوباره و دوباره بهمون نشون میده و میگه که همه جا داره میلنگه، همه جا نمیتونن با قضیه کنار بیان و حتی وزیر دفاعی که باید قضیه کنترل اصلی رو در دست بگیره فردیه که خودکشی میکنه. فکر نمی‌کنم دیگه از این بشه بیشتر قضیه رو، خیلی دیگه واضح تر از این نمیشه واقعا بگه که واقعا هیچی سر جای خودش نیست و اگر یه همچین اتفاقی بیفته قطعا آسیب خواهند دید. از این واضح تر به نظرم نمیشه گفتش دیگه. در کل من خیلی فیلم رو دوست داشتم، به نظرم بازی‌های خیلی خوبی داره واقعا. ربکا فرگوسن ما این سالهای اخیر بیشتر ازش فیلم‌های اکشن دیدیم، ولی اینجا خیلی بازی خوبی داره. توی همون چپتر ابتدایی هستش و اون قشنگ وقتی که متوجه میشه که دیگه قراره اون موشک برخورد بکنه و به همسرش فرزندش زنگ میزنه و میگه که هر چه سریعتر تا جایی که میتونید با سرعت فرار بکنید. واقعا عالیه بازی که داره. جرد هریس نقش وزیر دفاع رو داره، به نظرم عالیه واقعا توی فیلم. اون استرسی که برای دخترش داره و اون بحثی که همسرش در گذشته، اینا رو خیلی عالی به نمایش میذاره. تنها بازیگری که من خیلی
به نظرم بازیش اونقدر اون چیزی که واقعا میتونست باشه نبود. ادریس آلبا بود در نقش رئیس جمهور. کلا آلبا خیلی اون بازیگر خوبی که تاپی که واقعا میشه گفت نیستش، ولی خب در اوکی بود، خیلی اون چنان تو ذوق نمیزد. نمیدونم آیا دیگه صحبت دیگه ای هستش درباره فیلم، چون خیلی از دوستامون هم دیگه نیومدن و نمیدونم. البته میخواستم بگم که اینجوری که شما میگین، حالا چون من ندیدم میپرسم، این اخطاری که میگی در کل فیلم هست که انگار آمریکا ضعیف شده هم جالبه برام، خیلی جالبه. آره میگم واقعا من این حس رو ازش گرفتم. هیچ چیز واقعا سر جای خودش نیست. افرادی که باید تصمیم بگیرن انواع و اقسام مشکلات رو دارن. یکی توی محل جراحی هست داره میشه، یکی دچار افسردگی شده، یک نفر توی خیابون مونده و میگم یک نفر در حال غذا خوردن میزش به هم ریخته است. همه اینها یه آشفتگی رو داره و از کم کم شروع میکنه. این خیلی مهمه به نظرم. بیگلو یک واقعا کارگردان عالیه. از کمترین چیز مثل اینکه یک میز به هم ریخته‌ای که میز کار به هم ریخته‌ای که روش غذا و این چیزا هسته شروع میکنه، میرسه به وزیر دفاعی که خودکشی میکنه و افسرده است و خودکشی میکنه. اینو ذره ذره مثل همه فیلم هاش که اون هیجان و اون تریلرها و اون دلهوره رو برای ما کم کم بیگلو میسازه، اینجا هم دقیقا همین کار رو میکنه و به نظرم برای همینه که با اینکه داستان عوض نمیشه و این 18 دقیقه داره هی دوباره و دوباره تکرار میشه، اما با این حال برای مخاطب هیچ تکراری وجود نداره. هیچ حالت اینکه ازش حوصله مخاطب ازش سر، من حداقل اینجوری نبودم که حوصله‌ام ازش سر بره و واقعا خوبم تموم میشه. واقعا اون بحث اخلاقی که بهش میرسه سر جواب دادن با تسلیحات هسته‌ای، واقعا جذابم تموم میشه و واقعا فیلم خیلی خوبه امسال. من تقریبا میتونم بگم با اطمینان بگم که بین فیلم هایی که من امسال دیدم به نظرم بهترین فیلم سال بوده. نمیدونم شما هم فیلم های بهتری دیدین از این فیلم یا نه؟ ببخشید من یه چیزی میتونم بگم. خواهش حالا میکنم شما حتما. تعریف کردین خیلی ازش. حتی میگم من که اصلا رشتم سینما نیست و اینا، صرفا کسی هم که فقط فیلم میبینم و فیلم دوست دارم. حالا اصلا این فیلم مورد علاقه منم هستم واقعا، هیجانشون رو دوست دارم، ولی به نظر من تکرارش توش خیلی زیاد. ادریس البا رو منم دوست نداشتم اصلا، به نظرم این نقشه واقعا بهش نمیخوره. میدونین اون جدیت و اون اینکه نمیدونم چی کنم واقعا به نظرم نتونسته بود در بیاره. من اصلا بازیشو دوست نداشتم، ولی به نظرم تکرار خیلی زیاد بود. میدونین مثلا ما توی یه صحنه درست تصویرا رو نمیدیدیم ولی صداها رو که میشنیدیم، اون جو رو دریافت میکردیم. وقتی که این عوض میشد و میرفت مثلا از یه پرسپکتیو، از یه دید دیگه داره اینو دوباره میبینه، دوباره ما همون صداها رو میشنویم منتها یه تصویر دیگه داریم میبینیم. به نظرم واقعا اینقدر این تکراره لازم نبود. یه ذره کشدار شده بود. یه ذره به نظرم یه ذره واقعا میتونست جمع و جورتر باشه. یه ذره حوصله سربر بود واقعا برای من. میدونین اولش خب خیلی هیجان انگیز بود، عجیب بود، ولی بعدش دیگه من ماجرا رو میدونم چیه. خب دوباره همون حرفا هی تکرار شدن و اینا به نظرم واقعا جادش کوتاه‌تر بشه. نمیدونم حالا نظر شما چیه. اون تکرار بیشتر برای اینه که خب کل رو به نظر، یعنی اون که اون صداها رو دوباره میاره توی یه چپتر ابتدایی بعد ما تصویرش رو میبینیم، بیشتر برای اینه که خب یه مخاطبی که شاید یه مقدار حواسش کمتر جمعه، چون در حال داره توی نتفلیکس فیلم نگاه میکنه، توی خونه است داره فیلم نگاه میکنه، بتونه همراه باشه. من به نظرم دلیلش این بوده و میگم حداقل منو اذیتش نکرد. اما با تو موافقم یه سری تکرارها وجود داره، اما میشه ازش چشم پوشی کرد به نظرم. و اینکه
شخصیت پردازی‌ها می‌دونین آیا یه ذره آدم، من خودم اینجوری بودم، یه ذره آدم اولش مثلا گیج می‌زدم که اصلا ماجرا چیه، حالا این آدمه یه ذره قوی‌تر آیا نباید مثلا پرداخته میشد بهشون، میدونین چی میگم؟ چون یه ذره فیلم میدونین خیلی یه ذره فیلم شل بوده انگار، نمیدونم، من نمیدونم چجوری منظورمو بگم واقعا. متوجهم شخصیت ها همگی یه حالت گذرایی دارن، چون بله فیلم بله درباره یک موقعیت خیلی خیلی میشه گفت فورسیه، چون کلا توی 18 دقیقه است داستان. میتونه یکی از دوستان گفتش که کاش این فیلم کوتاه 20 دقیقه‌ای میشد، این هم میتونست باشه، یعنی فقط ما یه چپتر رو میدیدیم، یه فیلم کوتاه 20 دقیقه‌ای میشد. مهران جان سلام، الان میام پیشت و یکی از دوستان این حرفو زد درباره فیلم و حرفش حرف عجیبی هم نیست، ولی من خودم واقعا با این تکرار اوکی ام. ولی درباره شخصیت پردازی که گفتین، بحث اینه که این مدل فیلم هایی که یک موقعیت این شکلی رو دارن به نمایش میذارن، دیگه موضوع اون شخصیت ها نیستن، موضوع بیشتر و تمرکز بیشتر روی اون اکشن هاییه که دارن، اون عملکردشونه، اون اتفاقیه که داره میفته به نظرم، تا اینکه که اتفاقا به نظرم باز یه شخصیت پردازی نصف و نیمه حداقل بیگلو داره از اکثر کاراکترها به نظرم. یعنی شخصیت های مهمی مثلا فرگوسن، مثل جرد هریس، مثل خود ادریس آلبا، یک کمکی ما یک در حد تیپ، نمیگم خیلی خیلی عمیق، ولی در حد تیپ ما یک سری شخصیت پردازی های کوچیکی داریم حداقل ازشون که بتونیم باهاشون همراه باشیم. نمیدونم حالا تونسته یا فکر میکنین کم بوده؟ من اگر البته میگم خب فیلم خودشونه، نظر خودشون و دوست داشتن اینجوری بسازن، اگه تکرارا کم میشد، یه ذره این عمق بیشتر داده میشد به شخصیت‌ها، شاید از نظر من فیلم بهتری واقعا می بود. و اینکه خب بازیگرایی که بهترن تونستن اینو خیلی خوب نشون بدن این شخصیت رو، میدونین اون دیگه به قدرت اون بازیگر بستگی داره. ولی مرسی بابت توضیحتون، ممنونم. خواهش میکنم، مرسی از شما. مهران جان سلام، شب بخیر، خوش اومدی. سلام و عرض ادب و احترام، وقتتون بخیر. خیلی هم خوشحالم که هستم، چون فیلمش هم بنظرم فیلم خیلی جالبی بود و فکر میکنم جز فیلمایی که تو مثلا فضای مطبوعات جهانی و اینا یه داره ایگنورم میشه، یعنی بعید میدونم انقدری کم اهمیت باشه که خیلی اسمی ازش تو جوایز و اینا نیست. خیلی به نظرم هنرش تو این بحث تطبیق زمان دراماتیک با زمان واقعی، یعنی اینکه دقیقاً این 18 دقیقه میاد تو سه دفعه این 18 دقیقه رو تکرار میکنه و خیلی جالب، یعنی خیلی به نظرم از نظر تدوین و هنر فیلمنامه‌نویسی و اینا کار خفنی داره میکنه. درام خیلی قوی داره و اون بحث تعلیقی که وجود داره، اون نفسگیری، اینا خب در سطح خیلی بالاییه. ربکا فرگوسنش هم به نظرم خیلی خوبه، یعنی جزء حالا بازی‌های خوبیه که کلا که بازیگر خوبیه به نظرم، و اینجا دوباره به نظرم خیلی اون بچه احساسی کار رو شاید بهتر از همه دیگه‌ای که ازش دیده بودیم در آورده بود. و نکته دیگه‌ای که داره چند تا حالا چیزایی که میتونم بگم، یکی اینه که یه مقدار برای من هنوز خیلی شاید باورپذیر نیست این قضیه‌ای که واقعا آیا امکان داره که مثلا یک موشک اتمی شلیک بشه به سمت آمریکا و اینقدر چی میگن رادارها رو دور بزنه، اون سیستمای اطلاعاتی و اینا رو اینقدر بتونه خوب دور بزنه که هیچ نتونه. میام وسط صحبت عذرخواهی میکنم، ما درباره این توی جلسه صحبت کردیم که آیا بیگلو داره یک هشداری رو میده انگار که این وضعیت آشفته‌ای که به عمد داره تو کل فیلم نشون میده، آیا به عمد داره یعنی نقد میکنه؟ چون به نظر من که این آشفتگی کاملا عمدی بود، نه برای بحث رئالیستی بودن. نه میگه که یعنی مثلا جوری سیستم دنیا که، یعنی منظورتون نمیخواد بگه که
یه جور تعمد سیستماتیکی هست که فاجعه به وجود بیاد. این نه منظورتونه؟ منظورم اون آشفتگیه که در وضعیت کنترل خود این آها، هاست اون که بحث چه ریاکشنی بوروکراتیک و نشون بدن. ایناش که مثلا میگه که چرا این همه تایم من رئیس جمهورم تا الان یه بارم در مورد پروتکل‌های هسته‌ای به من توضیح نداد. این منظورتونه؟ دقیقا این یه بخشیشه. یعنی خیلی چیزهای دیگه هم هستش. افراد تصمیم گیرنده ای که اصلا قدرت تصمیم گیری ندارن، تا اینکه اون موشک هایی که پدافندی که ارسال میشه که مقابله بکنه با این قضیه، اون هم جواب نمیده. یعنی همه این آشفتگی ها به نظرم یک تعمدی روش هست که نشون بده که این خطر خیلی خیلی اتفاقا قریب الوقوع برای آمریکا و داره میگه که اتفاقا ما هیچ گونه آمادگی هم برای مقابله باهاش نداریم. با همین من نمیدونم واقعا به لحاظ، چون این خیلی به نظر مسئله فنیه، یعنی واقعا خیلی احساس کنم ما که تو ایرانیم و اینا، چون ما راجع به کشور خودمون خب خیلی اینا رو داریم، یعنی این داستانا رو ما تجربه کردیم، ولی نمیدونم واقعا مثلا تو سطح جهانی هم این داستانا هست یا نه. ولی حالا این که یه مسئله فرامتنی دیگه هم مسائل سیاسیه که توی فیلم وجود داره، سر این که مثلا بحث دموکرات‌ها و اینا که حالا رئیس جمهور سیاه‌پوسته، باز همون بحث ووکیسم و این داستانا که حالا تو فیلم‌های قبلی هم بهش اشاره کردیم، مثلا این باز تو فیلم مطرحه. کلاً که بیگلو یه مقدارم آدم چیزیه دیگه، یه مقدار فاز حامی دموکرات‌ها رو داره. خب تو فیلم خیلی به نظرم عیانه این موضوع. البته اینو الان دارم صرفا توصیفی میگم، یعنی خوب و بد نمیگم. و دقیقاً نکته همینه به نظرم مهران، چون وقتی که میگیم حامی دموکرات هاست، اما ما اینجا با یک رئیس جمهور دموکراتی طرفیم که دولتش توان امنیت امریکا رو نداره. بله اینم هست. البته دوستان من در تکمیل حرفای مهران که گفت ما چون اونجا زندگی نمی‌کنیم، به عنوان کسی که حالا تو آمریکا زندگی می‌کنه یه چیز مثال خیلی کوچیکی هم میتونم که البته شاید مثال بزرگی هم باشه، چون اگه یادتون باشه چند وقت پیش لس آنجلس آتش گرفته بود خیلی یه قسمتیش و داشت در آتش میسوخت. اینا خب مدیریت بحرانشون خوبه، اوکی، ولی در اینجا مدیریت بحران جوری شد که یک هفته بود یا بیشتر داشت میسوخت و نمیتونستن جمعش کنن. بعد من اولین چیزی که تو ذهنم فکر کردم این بود که اگر مثلا 3-4 تا آدم از روسیه اومده بود و مثلا 4 تا بمب خیلی هم بزرگ نه کوچیک انداخته بود در جای مثلا همین شهر لس آنجلس که آتیش میگرفت یا یه جایش مثلا فرو مینشست، بعد اون موقع ما چیکار میخواستیم بکنیم؟ منظور این که اگر شیر آتش نشانی آب نداره مثلا اون قسمت آتیش رو خاموش بکنن، پس ما چرا تو فیلممون نشون میدیم که بتمن و سوپرمن و نمیدونم فلان و رئیس جمهور آمریکا و شهاب سنگ از آسمون میخواد بیاد آمریکا همه رو نجات میده؟ میدونی یه حالتی که شما الان دارین توصیف میکنین و این هشداری که کاترین بیگلو میده بیشتر هم راجع به این گسلی است که بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها هم پیش اومده. در سالیان پیش مثلا در سالیان دهه 80 میلادی یکی از دوستانم که اینجا زندگی میکرده به من گفتش که فاصله بین دموکرات و جمهوری‌خواها اینقدر زیاد نبود. یعنی اگه شعارهای تبلیغاتی هم داشتن یه جوری بود که در کنار هم میتونستن با همدیگه حتی کار کنن. خب مثلا اگر دولت ریگان رو در نظر بگیریم، خیلی آدم مثبتی بوده و خیلی کارها کرده، به مدت 96 ماه اقتصاد رو به سمت بالا برده. حالا اینجا این کاترین چی میخواد به ما بگه؟ احتمالاً میخواد بگه که این هوش هست که آقا دموکرات ها هم همچنان که دیدیم در دولت بایدن کاری نتونستن بکنن و اینقدر ضعیف شدن که حالا یه سری اومدن ترامپ هم انتخاب کردن که دوباره مثلا دموکرات‌ها نیان بالا. حالا خیلی هم راضی نیستن از کسایی که ترامپ رو انتخاب کردن، خیلی راضی نیستن چون هر روز میاد یه رنگی عوض میکنه، چیزی میگه به نفع آمریکا بعضی وقت نمیشه. ولی این شکاف رو اگه در این فیلم میخواد نشون بده که ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، این هشدار به نظرم خیلی دور از عقل نیستش، به خاطر اینکه ممکنه که ترامپ فردا بیاد یه چیزی بگه و مثلا چین یا روسیه همین امروز مثل که دیروز گفته که ما میخوایم دوباره آزمایش‌های هسته‌ای انجام بدیم و روسیه هم گفته اگه شما آزمایش بکنید ما هم میکنیم. خب این خیلی ترسناکه. می‌دونی چی میگم؟ چون آمریکا از اون طرف به آلاسکا چسبیده، از آلاسکا به روسیه چسبیده، کافی از اونجا یه موشک بیاد تو. بنابراین این چیزی که تو ذهنم هست رو به شما گفتم، یک شمه‌ای داشته باشین از جریانی که در آمریکا اتفاق میفته.
مرسی. حالا به نظرم چون تنها دولت خارجی هم که توی فیلم نمایش داده میشه دولت روسیه است که خیلی اون سکانسی که صحبت میکنه اون دولت مرد روسی با دولت مرد آمریکایی و اینکه همدیگه رو هم یه جورایی تهدید میکنن، هم یه جورایی دارن از همدیگه قول میگیرن که به همدیگه حمله نکنن و اینکه باز هم نمیتونن به همدیگه اعتماد بکنن و نهایتاً طبق چیزی که توی حالا میتونیم از فیلم حدس بزنیم قراره به یک جنگ هسته‌ای منتج بشه. اون سکانس هم خیلی سکانس خوبیه، خیلی سکانس جذابیه وقتی خیلی اون سکانس خوبیه. خیلی یه چیزی که داره، من در تکمیل صحبت شما اینه که ما معمولا اینجوریم که مثلا نیویورک تایمز یه مطلبی کار میکنه، نمیدونم واشنگتن پست مثلا تحلیل مینویسه که آره مثلا فلان اندیشکده مثلا داره الان این رو به لابی مثلا چون آیپک میگه که این بیاد مثلا به مشاور امنیت ملی مثلا ترامپ اینجوری برسونه، این بیاد فلان کار کنه. یعنی همه چیز انگار در سطح گمان زنی تو رسانه ها اینجوریه که حدس بزنن، اینجوریه که فکر کنن، نقل کنن اون اینو گفت تو جلسه، اینجوریه. این فیلم یه چیزی رو خیلی عینی داره به ما نشون میده که ما تو رسانه ها هیچ وقت نمیبینیمش. اونم اندرونی قدرته. یعنی وقتی که خود مثلا اون دیپلمات داره با یه دیپلمات دیگه چانه زنی میکنه، دعوا میکنه، سرش داد میزنه، اصلا اون استیصالش که یهو مثلا یاد زن و بچه خودش میفته و اینو به زبون میاره که مثلا همسر حامله مثلا درگیر این موضوع، این چیزیه که ما مثلا صرفا تو رسانه ها یه حسی ازش، مثلا یه شمایی ازش داریم، ولی اینجا میبینیمش و به نظرم خیلی هم قشنگ اینو در برده. یعنی خیلی اون صحنه، یا یکیش اونجاست، اونجایی که مثلا نظامیه اون فرمانده خیلی قاطعانه میگه ببین الان اگر که تو موشک شلیک نکنی به جهانو، یعنی اون دشمنا رو همه رو با بمب اتم نزنی، این تبعاتو داره. و خیلی با یه چی میگن، با یه احساس بی‌اعتنایی به مسئله حقوق بشر و بحث کشت و کشتار و اینو میگه. یعنی میگه آقا امنیت آمریکا برای من مسئله است و تو اگه بخوای الان منطقی فکر کنی باید این کار بکنی. حالا اصلا تبعات اخلاقی دیگه اون فرمانده نظامی مسئلهش نیست. و این اصلا اینکه اینو به ما نشون میده، این صراحتش رو میبینیم، این خیلی جالبه. یعنی این چیزیه که خصوصا چون مسئله مبتنی برای ایرانی هایی که الان هستیم تو این مقطع تاریخ، حالا قبلا هم همین بوده، تو 10 سال اخیر از سال شاید 92 به این ور این خیلی تو ایران جدی بوده، مسائل سیاست خارجی، میدان دیپلماسی و اینجور چیزا. ولی ما الان توی مثلا سال 404 که دیگه اوج این داستانا بود، این فیلم دقیقاً اومده همه این چیزا، نمیدونم بمب افکن B2، سامانه راداری، نمیدونم مسئله بازدارندگی، یعنی فیلم قشنگ داره مسئله بازدارندگی، مثلا دال مرکزی فیلم بازدارندگیه، مسئله اشاعه، این مفاهیمی که ما تو رسانه‌ها فقط کلماتی ازش می‌بینیم، خیلی قشنگ اینا رو ملموسش میکنه و نشونمون میده. خیلی برای من جالب بود. نکته جالبش مهران جان درباره اینه که تنها میشه گفت دولت‌های خارجی که دربارهشون صحبت میشه توی فیلم که انگار، چون نکته فیلم اینه که هیچ وقت مشخص نمیشه از کجا اون موشک هسته‌ای شلیک شده. اون موشکی به شیکاگو بخوره مشخص نیست از کجا شلیک شده، ولی از طرف این سمت دنیاست. این یه نکته است. تنها دولت‌های خارجی که نشون دهنده اون بحث خطرناک بودن برای امریکا هستش توی فیلم گفته میشه روسیه است که خب روسیه نشون داده میشه توی ابتدای فیلم. یکی درباره کره شمالی صحبت میکنه، یکی هم درباره ایران صحبت میکنه. چین هم یه اشاره میشد تا جایی که یادمه. چین هم فکر کنم کنار همون روساست، فکر میکنم آره احتمال. اسمش رو بود. راجع به ایران البته این گمان زنی رو تو فیلم نداشتن که خود موشک از ایرانه، ولی خب 3 جا یا 2 جا اسم ایران میاد به عنوان حالا دقیقاً. یکی از دشمن. آره ولی کره دقیقاً. شمالی اصلا انقدر جدی گمان زنیه چون به نظرم فیلم نهایتا ذهنو میبره سمت اینه که کره شمالیه، چون خانومه رو، یعنی یه شخصیت از این کارشناسای کره‌ای که حالا آمریکایی شدن، یعنی شهروند آمریکاست ولی اصالتا کره شمالیه، که اینو گذاشته اصلا برای اینکه
مسئله به نظرم میاد ذهنیت رو بده به اینکه خب نه احتمال بیشتر کار کره شمالیه. ولی خب کلیت این قضیه این جبهه بندی رو قشنگ فیلم داره همین رو میگه. و باز اینم به نظرم یه مقدار باز ذهنو میبره سمت اینکه کاترین بیگلو به سمت دموکراتاست، چون تو گفتمان دموکراتاست که روسیه دشمن اصلی آمریکاست و چین مثلا شاید اونقدر پررنگ نیست، ولی برای ترامپ همیشه صحبت از چینه و اتفاقا با پوتین رابطش بهتر. حالا اینم جالب بود بر من. مرسی از همگی. فکر میکنم دیگه درباره تمام نکاتی که میشد درباره این فیلم صحبت کردیم. واقعا فیلم خوبیه و اینکه میاد از چند جهت، این فرمی که داره، این پترنی، این فرمی که در فیلمنامه استفاده کرده که از 3 دید متفاوت یک اتفاق رو برامون بسازه، با اینکه میگم شاید اون حالت اون راشامان افکتی که اصطلاحاً توی سینما بهش میگیم که خب کلاً واقعیت ها در دیدهای مختلف متفاوت میشه، این از اون فیلم راشامان کروساوا میادش که هر جهت یک حقیقت رو به یک شکل متفاوتی میکنه، یعنی کلا حقیقت رو تغییر میدن، از دیده از اون فیلتر خودشون رد میکنن، حالا یا قصدی دارن. ولی اینجا تقریبا از همون تکنیک داره استفاده میکنه، ولی نکتهش اینه که از اون بحث تغییر حقیقت نیست، بیشتر بحث اینه که اون افراد دارن اون موقعیت رو چجوری تجربه میکنن، که اینم به نظرم خیلی کمک کرده بود واقعا به فیلم. و به نظرم برخلاف بعضی از دوستان که میگفتن این قضیه خوب نشده، به نظرم اتفاقا کمک کرده بود این فرمت. اگر صحبت پایانی هستش از مهران عزیز که اومدن شروع میکنیم، بعد بقیه دوستان. زنده باشیم. من نمیدونم راجع به این 2 تا نکته که میخوام بگم صحبت شده قبلا یا نه. یکی این بحث فیلم به بالا نگاه نکن، Don't Look Up که دیکاپریو بازی میکرد، مال نمیدونم 2023 بود فکر کنم. اون فیلم بازی کمدیه، یعنی بیشتر لحن کمیک داره. فیلم معاونم اسف مال هم آدم مکی بود جفتش، یعنی هم معاون بیل بازی میکرد و هم Don't Look Up. بله، آدم مکی هم دونت لوک آپ رو داشت، هم وایس رو داشت، هم یه فیلم خیلی خیلی خوبی داره که بیگ شورت اون فیلمش. بله شاهکار، خیلی فیلم خوبیه، خیلی فیلم. البته اون کمتر سیاسی، این دوتای متأخر این دوتا سیاسی تر. خب از جهت یکی مسئله اون ساید فکری خود کارگردان که درون نظم موجود آمریکایی هست، یعنی اون ملاحظات ملی میهنی رو داره، ولی انتقادی هم هست و بیشترم چپگرایانه. یعنی فکر میکنم صدای صدا مهران قطع شد. آره صدای مهران جان صدات قطع شد. فکر میکنم اینترنتش شاید دچار مشکل شده باشه. حالا اگر برگشت داشت نکته جالبی اتفاقا درباره دونت لوک آپ میگفت، شباهت داره واقعا اون فیلم هم و نوع پیش بینی که داره. آربی جان، من فقط میخواستم یه سوالی بپرسم اگر که وقت باشه صحبت کنم راجبش، اینه که اون تکنیکی که همین زوم این زوم اوت میشه رو، آیا اینو بیشتر برای این استفاده میکنن که حالت مستندگونه بدن به فیلم؟ چون اینجا من فکر میکردم که اگرم نبودم اشکالی نداشت. من میکروفون مهران رو هم وصل بکنم. مهران جان یه لحظه صدات قطع شد، من یه سوالی رو آربی عزیز پرسید جوابش رو بدم. این بحث زوم اوت هایی که حالا استایل کارگردانی بیگلو هم هستش، ما توی فیلم های نمیدونم فیلم های بورن هم اگه یادت باشه این مدل کارگردانی رو داشت. آره و یه نکته کلا داره توی اون فیلم چیزش هم هست، کاپتان فیلیپس. تاد فیلیپس اسمش نیست، همون کارگردان بورن. آره اون کارگردان بورن که پال گرینگراسه که فیلم های اول. آره اون
آره این استایل زوم این زوم اوت ها بیشتر یکیش اون بحثه. خب چون یه نکته هستش اینه که اکثرا این مدل فیلم هایی که حالت جاسوسی داره، حالت یه مقدار چیز داره، اینا رو با دوربین های، اینا رو با لنز های زوم میگیرن که از یک فاصله نمیرن با لنز های واید از نزدیک به بازیگر نزدیک بشن به کاراکتر که همون کنار کاراکتر باشه. انگار ما داریم از دور این کاراکترها رو یه جورایی خیلی مخفیانه داریم دنبالشون میکنیم و برای همین از این مدل لنز های زوم استفاده میکنن و خب این زوم این زوم اوت کردن ها یه همون بحث حس یه مقدار حالت مستندگونه رو میده و یه مقدار حس دلهره هم میده و استفاده ای که ازش میکنن به همین خاطر. حالا اون بحث موشن سیکنسی که گفتی متاسفانه برای شما به وجود میاد. مهدویان هم این کارو میکنه تو هم حالا ماجرای نیمروز و بعضی فیلمایی دیگه. دقیقاً مهدویان هم برای بحث همون مستندگونه بودنه، چون توی فیلم های مستند اکثرا چون فیلمبردارا مجبورن و چون اتفاقات دکوپاژ شده نیست، اتفاقات میزانسن ها دقیق و از پیش تعیین شده نیستش، مجبورن گاهی اوقات لنزشون رو عوض بکنن و یه مقدار اصلاح قاب بکنن. به همین خاطره که حالت مستندگونه میده. نمیدونم جوابت رو گرفتی یا نه؟ بله بله، من فقط بعضی وقتا چون بعضی تکنیک‌ها رو ما تو سینما می‌بینیم، برای من حسش اینطوری بود که میتونست اون زوم این زوم اوت ها رو مثلا نداشته باشه و کماکان بره جلو، مثل خیلی از فیلم های پلیسی یا تریلر دیگه. و فکر میکنم تاکید بر این مثلا سریال ساکسشن من نتونستم واقعا ببینم، چون 5 دقیقه میبینم اصلا چشام درد میگیره و نمیدونم، حالا چون راجع به اون صحبت نمی‌کنم نمیتونم دقیق بگم، ولی خیلی برام جالب بود که آیا این در بعضی از فیلم ها واقعا بعضی از تکنیک ها لازمه یا اینکه بیش از حد استفاده میشه. دیگه استایل کارگردانی بیگلو هستش دیگه، توی فیلم هاش استفاده میکنه. مرسی آربی جان. میران جان صحبتات. بله، داشتم بحث چیز رو میگفتم، آدم مکی و شباهت اون نگاهی که داره به این چیزی که تو این فیلم داریم میبینیم. اون باز مسئله بی‌اعتنایی های سیستماتیکی که باعث فاجعه میشه که تو دونت لوکاپ خصوصا خیلی برجسته بود. یعنی اونجا خیلی هم با طنز و با حالا حجوالود نشون میداد دقیقاً مناسباتی که تو کاخ سفید چون مسائل خیلی بی اهمیت، سیگار کشیدن مثلا رئیس جمهوره براش خیلی مهمتره تا اینکه حالا داره یه شهاب سنگ بهمون میخوره و نابود میشیم. یکی یاد اون انداخت منو. و یه چیز دیگه هم که برام جالب بود، توی البته بیشتر پرده اول به نظرم این بولده که ربکا فرگوسن رو داریم، اونم شباهت اون پرسوناژ ربکا فرگوسن این فیلم با جسیکا چستین فیلم 30 دقیقه پس از نیمه شبه. نمیدونم راجع به این صحبت کردین یا نه. و احساس میکنم خود کاراکتر کاترین بیگلو هم یک چنین زنی رو نمایندگی میکنه، یه آدمی که اون شاید حالا انرژی زنانه این روزا میگن، اون لطافت زنانگی اون رو نداره و یک شمایل جدی، تلخ، گزنده و رسمی، یعنی این تیپ و استایلی که اینا کت و دامن دیپلماتیک حالا این کاراکتر که خیلی کمتر بود نسبت به چستین، یعنی کاراکتر جسیکا چستین توی زیرو دارک سرتی خیلی واقعا اون بحث زنانگی که میگی کمتر، خیلی خیلی کمتر. فرگوسن رو اینجا با اون خانواده‌ای که ازش نشون میده و اون مادر بودنش خیلی بحث زنانگی رو اتفاقا توش بیشتر نسبت به اون کاری، ولی کاراکتر تیپ مشابهیه. درسته. حالا اصلا اینجا فرگوسن خب چیز نیست، مسئله فوکوس فیلم روی این نیست، اونجا هست. اونجا اساسا شاید یکی از مهمترین چیزایی که فیلم داره اونجا نشون میده اینه که چجوری یک چنین کاراکتری که از قضا زن هم هست توی این مناسبات امنیتی و جاسوسی و اینا اصلا چی میگن، دچار از خود بیگانگی میشه و کلا زندگیشو مثلا وقف یک چنین
مناسباتی با تروریستا بره به جنگ، بن لادن مثلا بکشه، چیز این شکلی. و اون فیلم اتفاقا کل حرفش همچین چیزیه به نظرم، اینه که آدم‌ها توی اینجور پوزیشنی که قرار میگیرن چقدر گم میشن و انسانیتشون کلا کنار میره و اینها، از تبدیل به ربات مثلا خیلی چیز میشن. اونجا اینو خیلی بولد داره میگه و اینجا شاید کمتره، ولی اساسا این نگاه تلخ و گزنده، چون واقعا فیلمای بیگلو تو چیزش هم محلکش هم همینه. حالا من این فیلم قبلیش که بحث سیاه‌پوستی و ایناست، اون فیلم قبلیش رو ندیدم، ولی کلا 3 تا فیلمی که من از کاترین بیگلو دیدم هر 3 تاش یه نوع جهان جدی شبیه مثلا دنیای فینچره انگار، فقط فینچر خب میره سمت جنایی و اینجور چیزا، کاترین بیگلو اتفاقات و داستانه واقعی رو، یعنی رئالیتی سیاست و اینها، این گفتم کلید واژه‌های سرد و بیروح جهان سیاسی بیشتر براش جالبه. این زنانگی که توی این سرمایه سیاست قرار میگیره و بیروح میشه، این خیلی نظرم جالبه توی سینمای بیگلو. و من خب کاترین بیگلو خیلی هم کاراکترش رو نمیشناسم، ولی اصلا از عکساش، از میمیک چهره خودش هم نظرم این حس میشه، یعنی اصلا به نظر میاد این خوب این زنی که توی اون مناسبات سیاسی قرار شده رو خیلی جالب میفهمه و تو این 2 تا فیلمش لااقل هست. اتفاقا نکته جالبیه که رئیس جمهور وقتی که میخواد تصمیم بگیره به همسرش زنگ میزنه و با اونه که داره، حالا نمیگم مشورت که چه کار بکنه، ولی یه جورایی داره باهاش درد و دل میکنه که من باید این تصمیم رو بگیرم، و این زنانگی رو شاید اونجا هم داره وارد این بحث میشه گفت کاملا سیاسی و جدی و نظامی میاد. نکته جالبی بود قطعا توی وقتی کارگردان بیگلو هستش و یک زن هستش، این قضیه خب خیلی جالبه که هستش توی همه فیلم هاشم. مرسی مهران جان، خیلی خیلی ممنونم. زنده باشین، شبتون بخیر. قربانت خانم محبوبه. یه نکته‌ای رو، حالا این حرفای شما رو که شنیدم، من شاید یه ذره درصد بیشتری رو روی این ماجرا میذارم که شاید یه جورایی نقد جریان ووکه که وارد همه چی شده، وارد سینما شده، وارد سیاست شده. حالا همین مسئله که راجع به آتش سوزی لس آنجلس میگفتن، خب اونجا که اگه یادم باشه، چیزی که ما از اخبار شنیدیم دیگه، که گفته بودن بیشتر مثلا آتش نشان میخواستن استخدام کنن، مثلا این نبود که چقدر توانایی داریم، مثلا این بود که حتما باید مثلا از این رنگ انقدر آدم بگیری، از این گرایش انقدر آدم بگیرین، و همین باعث کاهش این توانایی. و یه مسئله دیگه هم که مثلا همین به همسرش زنگ زد رئیس جمهور برای اینکه حالا به یه اطمینانی برسه، این به نظر نقطه ضعفه. میدونین مثلا مثل این مونه که نمیدونه تو این کیف چه خبره، هیچ وقت این جرأت رو به خودش نداده بود که شاید من یه روزی مجبور بشم از این کیف استفاده کنم، پس باید بدونم که چیکار باید بکنم. میدونین یه مانورم نداشته و هیچی، ولی بالاخره این اتفاق افتاده به نظرم. و اینکه حالا سیاه‌پوستم بوده، نه که لزوما حالا رنگ براش مسئله باشه. حالا ببخشید من اومدم وسط حرفتون، مقدار زیادی آدم مثلا مهربون خوشقلب بیازاری بود. خب دیگه به نظر من همین چیزی که داره نقد میکنه بهش، یعنی ما همون حرفی که اول زدیم که این داره این آشفتگی رو نشون میده که بگه که حواستون باشه، ما داریم به سمت سافت شدن، نرم شدن داریم پیش میریم، ولی همه دنیا اون زیرا دارن موشک میسازن، دارن روی هسته‌ایشون کار میکنن و این چیزا. به نظرم یه هشداریه و شاید واقعا به نظر مثل که جمهوری خواه هم باشه. و اینکه ممنونم، حرف دیگه ندارم. امیدوارم که فیلم‌های بهتری، فیلم خوبی بود دوستش داشتم، ولی امیدوارم که فیلم‌های بهتری ببینم بعد از این، وان بتل، فرانکشتاین. امیدوارم که فیلم‌های خیلی بهتری باشن. ممنونم ازتون. مرسی که اومدین. و آره این نکته، مخصوصا اون چیزی که حتی به خودش زحمت نداده بود که با اون فردی که حالا میشه گفت همه جا همراهشه یه بار باهاش صحبت بکنه و بگه خب داخل اون کیف چیه، به من نشون بده ببینم. یا آمادگی حتی این کنجکاوی رو هم طرف نداشته که این قضیه رو، حالا کنجکاوی که وظیفه‌شه که اینها رو بدونه. خیلی این
نکته جالبی و نشون دهنده به نظرم همون بحث آشفتگی و انتقاده. مرسی از همگی، همه دوستان عزیزانی که بودین و صحبت کردیم و واقعا فیلم خوبیه. من پیشنهاد میکنم دوستانی که بعداً این وایس رو میشنوین و این جلسه رو گوش میکنین حتما ارزش یه بار دیدن رو واقعا این فیلم داره. از گفتگو باهاتون بسیار لذت بردم و امیدوارم که بازم تو جلسات بعدی با هم دیگه گپ و گفت داشته باشیم و لذت ببریم. ممنونم از همگی. شب و روزگارتون خوش باشه. خوب و خوش باشید.